انسانی بی دلیل وارد زندگیتون نمیشه. هر آدمی یک رسالتی داره. رفت آمد اشخاص توی زندگیتون تصادفی نیست. هر چیزی و هر کسی که در مسیر زندگی سر راه شما قرار میگیره قرار درسی رو به شما یاد بده تا شما به واسطه اون بتونید به آگاهی برسید. آدمایی که بلد نبودن دوستتون داشته باشن اومده بودن بهتون یاد بدن که چطوری خودتون رو باید دوست داشته باشید. آدمایی که باورتون نداشتن اومده بودن تا شما رو به سمت خود باوری و خودانگیختگی سوق بدن. آدمایی که حمایتتون نکردن اومده بودن تا بهتون یاد بدن چطوری خودتون رو قوی تر کنید. آدمایی که بهتون ضربه زدن اومده بودن بهتون یاد بدن که حتی تو بدترین شرایط چطوری باید خودتون رو نجات بدید. شما هیچ انسانی رو بی دلیل ملاقات نخواهید کرد و اینو همیشه یادتون باشه که اگر اون درسی که باید بگیرید و نگیرید دوباره و دوباره امثال همون آدما با ظاهر متفاوت در مکان و زمانهای متفاوت باز هم وارد زندگیتون میشن و تا زمانی که اون درس رو یاد نگیرید تکرار میشن.